وقتی با بسیار آدمای نزدیکمون صحبت میکنیم، بسیار وقت میگوین که تو در این راه یا در این ساحه موفق نمیشوی. به نظر شما چرا بعضی آدما میگوین که همین کار از دستت نمی آید و موفقیت را در این راه نمی بینی؟ چون هستن نفراتی که میخواهند تو را از آرزوها و هدفهایت باز دارند. بعضی‌ها خودشون از کوشش کردن میترسن و وقتی میبینند که کسی مثل تو جسورانه به سوی هدفهایش میرود، ترس آنها بیشتر میشود. آنها فکر میکنند که اگر تو هم کوشش نکنی، گویا آن ترس آنها اساسناک میشود و خود را تسکین میدهند. یعنی آنها به ترس خود مرا نیز ناامید کردن میخواهند؟ بله، برای آنها امکانیتی ناکامی یا موفق نشدن یک چیزی است که از آن میترسند. اما هستند کسانی که نه تنها از کوشش میترسند، بلکه از آن نیز هراس دارند که تو واقعا موفق شوی. این موفقیتی تو میتواند به آنها یادرس کند که خود آنها کوشش نمیکنند و از همان حالت داشته خود راضی هستند. پس چرا کسی باید از موفقیت های من ترسد؟ زیرا موفقیت تو به آنها نشان میدهد که با وجودی همه مانعه ها و ترس ها کسی میتواند کار زیبا و بزرگ را انجام دهد. آنها با دیدن پیشرفت تو مجبور میشوند که به نارسایی های خود نظر کنند. موفقیت تو به آنها یادرس میکند که اگر کوشش میکردند میتوانستند بهتر زندگی کنند. اما در برابر این خودشناسی ترس آنها از کوشش افزون میشود. یعنی من باید این گفته ها رو ناشنیده گیرم؟ بی‌شبهه باید برای رسیدن به هدفهایت به آدمان گوش دهی که با دل و جان تو را دستگیری میکنند و در هر قدم تو را روح بلند میسازند. تنها به آنها گوش ده که از کامیابی های تو شاد میشوند و میخواهند که موفقیتت را با تو جشن گیرند، استقبال گیرند، در کنارت باشند، پر و بالت دهند، نه پر و بالت را بشکنند. پس تو چی اندازه من به دستگیری آنها نیاز دارم؟ بله، دستگیری حقیقی مهم است، اما باوری و قوت در خود تو است. قوت اساسی تو همان باوری است که در داخل خود داری. اگر دلت پر از آرزو و عزم رسیدن باشد، هیچ چیز نمیتواند تو را باز دارد. خوب فکر کن که کسانی که تو را از راه باز می‌دارند تنها زمان به تو تأثیر می‌رسانند که تو به سخن‌های آنها باور کنی. این سخن‌ها به من نیرو می‌بخشند. اکنون من فهمیدم که باید خود را با آدمای مثبت احاطه کنم، کسانی که مرا برای موفقیت بودن شدن هوسمند میکنند، نه با آنهایی که مرا باز می‌دارند از موفقیت ها. سلامت باش، به خود باور کن، همیشه پیش رو و بدون که در هر یک قدمت موفقیت منتظری تو است. تو توانایی داری و من اطمینان دارم که موفق خواهی شد.